زمینه‌های کار آموزی عملی را و هم فرصت‌های کاری را و اساتید محترم تشکری می‌کنم که همراهی کردند دوستان هموطنان ما را. از والدین محترم که حمایت کردند اولادات را تا بزنند و تحصیل خود ادامه بدن و از خود شما که توانستید سفر و پایان برسانید تشکر می‌کنم. سپاسگزاری در این کانون در دانشگاه شب و روز زحمت میکشند و دست اندر کارانشان و جناب نایب زاده صاحب کردیم آمدیم امروز روز بسیار نیک و مبارک است برای شما همگی‌ها، ولی وقتی که شما را می‌بینیم امیدوار باشیم و با حضور شما بیشتر امیدوار باشیم. انشالله این مسیر شما میتونیم قوی‌تر بسازیم و چند تا تجربه خامی که میخوایم با شما شریک کنم این است که به این مسیر رفتیم همه چیز تشویش و نگرانی و همه مسائل که مشکلاتی که داره خلقش نکنیم، کنار بگذاریم، صادقانه راه کنیم. قلب و ذهن و زبان شما اگر بتونه یک رنگ عمل کنه هیچ چیزی نمیتونه در برابر شما ایستاد شود. و در این راهی که می آمدیم بارها می شد که من مسیر خود تغییر بدم، وظایف مختلف مثلا میتونستم بگیرم، ترجیح میدادم به طرف پول برم، نخواستم و نمیتونستم، امکان نداشت که من یک روز جدا از این مسیر برم بشینم در اون کار لذت ببرم. با وجودی که سلام و درود محضر شما خوبان الهی، شما بزرگوارانی که در صحیفه دلهایتان وفاداری و از خودگذشتگی را رقم زدید. گام‌های حقیقت بزرگوار آدم چندبوری که خیلی دوستشان دارد. به هر صورت و خانواده‌های عزیز، در گام اول این قهرمانی بزرگ را به شما بانوان و شما خبرنگاران عزیز تبریک میگم. شجاعت میخواهد، دلاوری میخواهد که در چنین شرایطی قدم بگذاری، اندیشه بگماری، برنامه‌ریزی کنی و بیای دنیای پرهیجان و هیاهوی خبرنگاری که 40 ساعت تشکری تمام شد. بزرگواران مطلب بگویم که مجددیست، اقداست، میرزه، خاموشته و همون ترتیب مثل خبرنگاری فرق نمی‌کنه. بالاخره با کدام چالش‌های مواجه میشه و جای خوشبختی هست که تیم خبرنگاری آشنا با همکاری خود بزرگی که هستن 5 دور موفقانه تانستن که فریخته‌های بزرگ مثل شما را وارد بکنن و جا دارد که از همین مرحله تشکر کنم از جناب حقیقی و نجیب و اصول بزرگ دیگه که واقعا در شرایط سختی که خودشان اقدام مقاومت کردن، مقابله کردن که ادامه و همچنان دارد که تشکری خاص از جناب مؤسس صاحب موسیقی تسهیلاتواری آشنا فعلا حضور ندارد در سفر هستند، عبدالقدیر دوست تشکر میکنم و جناب رئیس مؤسسه محمد باقر کاظمی که واقعا اینا هم حمایت‌های خیلی خاص داشته و افتخار است که ما از فراغت دانش آموختگان خبرنگاری دانشگاه آشنا تجلیل میکنیم. وقتی یک مجموعه بزرگی میآید گام میگذاره برای مبارزه، برای عدالت، برای نگفتن به محدودیت ها، برای دهها محدودیتی که در همه سطوح جامعه حالا است ولی نمیگن، گام میگذارن برای
آموزش خبرنگاری بسیار یک جای افتخار و جای بسیار خوشی است و بدون شک این مجموعه که امروز فارغ شدن همه اینا قهرمانانی هستند که با ختم یا با پذیرفتن صدها چالش مشکل در این دوره یک ساله بالاخره به این موفقیت رسیدند و من بسیار خوشحال هستم که ما در این دوره از طیف‌های مختلف از صنف‌های مختلف این جامعه داشتیم و این بسیار جای افتخار است و در کنار از این از جناب کاظمی صاحب، جناب نایب خیل صاحب که رهبری دانشگاه آشنا را به عهده دارند، حالا کاظمی صاحب به عنوان فرد اول و نایب خیل صاحب هم که کسی که مدیریت کردن این بخش را بسیار سپاسگزار هستیم و از استادان بسیار مجرد و بسیار ارزشمند سپهر صاحب بسیار نقش ارزنده داشتن در این دوره، جناب افجو صاحب، جناب کمیز. وقتی شما رسالت روشنگری قاعده می‌بینید در واقع در مقابل اکثریت کسایی که خودخواهی می‌کنن قرار می‌گیرید. گاهی خودخواهی عدالت دین می‌آید، گاهی عدالت فطرت می‌آید، هر عدالتی که منتج به عقب ماندگی جامعه بشه شما رسالت داره که علیه از موقع. ولی اگر ما با آدمای بد میگردیم ما یاد میگیریم که بد بودن چقدر نیست و با آدمای ما میفهمیم که خوب بودن چقدر قشنگه. مولانا چی بود؟ من دوست ندارم مولانای تقریبی کنیم، من خودم دوست دارم مولانا کسی خودش شناخت، کسی خودش شناخت داره میشه در اون صورت در میکنه از خیلی کسانی که کسی بر من یادآور شد من چی هستم و از آنگاهی من بر و همچنان جا دارم تفجیری بزرگ و همچنان مثل کارمونی همچنان و در عربی جا دارم یک سپاسگزاری خاص بکنم از استاد فتح‌الله نایب خیل و استاد نجیب‌الله دقیق که در این راه قدم به قدم در کنار ما بودند. سلام حرمت و ارادت و خیلی مقدم می‌گوشم استاد شما خوشداری بسازید شما رستان محمدی سرمند رسید صورت بزن روزگار شما را خوش آمدید نگاه و جشن فارغ التحصیل امروز جشن خرد با خون خود دوباره رقم میزنم با خون خود دوباره رقم میزنم تو را ای زندگی ساده و هم امروز اگر به کام از دل خسته نگذری فردا اگر به فرق سر گیرم به گوش هر که صدای تو خوش نشد گیتار من برای خودم میزنم آهسته اشکلاق زنان در دل کنان آهسته اشکلاق زنان در دل کنان در جاده صبح روز قدم میزنم تو با خون خود دوباره رقم میزنم تو را ای زندگی ساده و هم میزنم تو را سلام عرض ادب خدمت همه دوستان